سوالای انگشتی. من از شما سوال میپرسم، شما تو 3 ثانیه وقت دارین که جواب درست رو بگین. جواب دو گزینه‌ای. سوال اول: با فروشترین کتاب غیر مقدس جهان، شازده کوچولو اگزوپری یا داستان دو شهر دیکنز؟ داستان دو شهر دیکنز با فروش بیش 200 میلیون. سال بعدی: پرفروشترین فیلم جهان، آواتار یا انتقام جویان؟ فیلم آواتار با فروش نزدیک 3 میلیارد دلار. گرانترین نقاشی دنیا، بنفش سبز قرمز اثر روتکو یا سالوادور موندی اثر داوینچی؟ اثر داوینچی با قیمت 450 میلیون دلار. سال بعدی: پرفروشترین آلبوم دنیا، من اسم خواننده رو فقط میگم، مایکل جکسون یا پینک فلوید؟ آلبوم تریلر مایکل جکسون با فروش 70 میلیون نسخه در جهان در سال 1982. میدونی مجله ما به معماری هم میپردازه. این سوال در رابطه با معماریه. بلندترین سازه جهان، برج شانگهای چین یا خلیفه؟ برج خلیفه با 828 متر و 163 طبقه. چند تا از سوالا رو درست جواب دادی؟